ما چی فکر دارم بچه‌ها رو همه قبول که برای خدمت کنیم بریم 10 سال برشته میگردیم ما با خویشی خودمون پلیسکا دادم و رفتیم سفربرمون کردن گرمانی دموکراسی ما کپشتریم خواهد نوز بیشتر روان دارم که بیا کپشتریم خواهد اون رافتشان تمام رفتن همین روز نمی سالگاتوی گرفتم برام برای اتن خدمت کنم باجونا شما برام خدمت کنم آدمایی هستن که مثال یکم چای دیگری میشنون یکم چی بزن یا که چون دیگرشون با همون خدمت وطن نمیسوزد دلشون همون خیلی مثال هستن بچه‌ها کشوروی بود خدمت سال بود همه چینج بود شهری پوری همه سال بود همون کسی که گپای راهبرا را که گوش کنن همه چی سود میرن قانون خطی کار کردیم همه وقت 2 سال در رژیستان خدمت کردیم چی بودیم راننده ماشینای چی عربی پیم یاد میگفتن ماست میگذارنده بلکه انا این وقتی که می اومدن سالداتای نه ما را با یاد میدادیم و اینستروکتور رو یاد میدادیم شکم دوره چی وای بود خیر مثلا هر یک مرد خدمت کردنش این وظیفه‌اش بود مثلا خدمت میکرد خیر ما نمیدونیم که کجا خدمت کرد کجا نمیدونیم خیر فرزند من به قریب خدمت کردگی بود اما خودم ایسته روشن میشد خدمت کردگی بود ایتا برو بده کجا بود اکای من خدمت کردگی سال تولدش 71 همه وقتش در خدمت کردگی ولادیواستوک ده 3 ساله خدمت بود وقت رفته همجا خدمت کرده آمدگی خیلی که خدمت کنی هر یک و یا شهروندی و یا خرزه و خیلی که ایش هم نمیدونیم هر خیلی گپایی گپ زدن ده مادم میترسه هر خیلی گپایی من خدمت کرد آمد من در آمده دیدم در نه همون وینی چه هسته همین خیلی راستی گپ این تعریف هم نه مثال یکان خوش آمدگوی هم نیو حقیقتا مثال من خواستم که نیتو که فرزندی من بلکه دیگر فرزنده هم خدمت کنم برای اینکه من حقیقتا در نشد درامده دیدگی من جای خدمت شرایطش بهت خوب من دیدم و دیگر خط کننده هایم بودیم رفتی سادگی نه فرزندی من نو بود طالب همشو کرده صدام برای من مرخوش شدگی بود سیریوز نه شخصا گفتنی هم که ممکن واهیم های خلق باشه در کارو یکی من میخوام که فرزنده خدمت کنم ممکن واهیم خلق باشه در کار من ندیدم برای اینکه فرزند من خدمت کرد به خواهش خودش که نیو یکی خدمت کرد اونه که بچه هایی گفت که همه همش کپش دروغ برای اینکه من خودم شرایطش هم نغزه بود خودم چشمه خودم که دیدگی ما وقتی که دانشگاه ملی ختم کردیم در اون وقت تبدیل حربی بود در نزدیک دانشگاه بعد ختم دانشگاه 3 ماه خدمت کردیم در لاهور بلیک حربی که افسری مستقلی لیکن خدمت شرط برای همه جوانان مخصوصا امروز که در این شرایطی که جهانی شوی و در ابرقدرت‌ها برای زرقدن دیگر مملکت‌ها کوشش میکنن بازه برن تربیه و تندرستی جوانان خدمت جوانان شرف هست برای آنکه خدمت در ارتش ملی یک مکتب بزرگی تربیه است مکتب مردانگی است و همه جوانان برای حمایت مرز و بوم برای وطن مقدس برای وطن آزاد بروند که مردم شرفمند توجیه و قدر برای آنها و اینجا و امنیت چی باشند